با سپارش رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین از روی حادثه حمله احتمالی گروه مجرمان توجیک به یک بلاگر روس در شهر سنت پتربورگ پرونده جنایی باز شده است. دست کم یک نفر بازداشت شده است. عین زمان دیپلمات‌های توجیک در این شهر حادثه را تحقیق می‌کنند و می‌گویند یک هدف آنها این است که پرونده مذکور عادلانه بررسی شود. جزئیات این حادثه رو همکارم خیرمان بقازاده تحقیق کرد و حالا او با ما در استودیو است. درود بر شما. خب از روی این قضیه چی اطلاعاتی تا به حال به دست آوردید؟ از روی قضیه لاتوکوب احتمالی کریل شوچر روز 12 فوریه پرونده جنایی باز شده است و رئیس کمیته تفتیشات در سنت پتربورگ سپارش گرفت که معلومات درباره آسیب جسمانی رسانیدن گروه مهاجران به ساکنین شهر را بسنجد. معلوم نیست که از روی کدام ماده پرونده جنایی باز شده است، ولی با ادعای همکنون نفر جبر دیده کریل شوچر او را شام 12 فوریه در اتوبوس لاتوکوب کردند. او ادعا کرده است که پیش از این 2 هفته موردی تهدید و تعقیب نفران ناشناس بود. طور چند نشریه روسی نوشته است شوچر در یک بلاگ ویدیوییش گفته است برای وزیر روابط محرمانه با دختر آماده است برایش یک آیفون تقدیم کند. در نوار بعداً او صحنه بوسیدن دختری را نشان می‌دهد، ولی ادعا می‌شود که این دختر پیشنهاد رابطه محرمانه و هم گرفتن تلفن گران را رد کرده است. همینطور هست یا نه و این دختر کی بود فعلا برای ما معلوم نیست، ولی احتمال می رود که این حادثه مایه خشم گروه مهاجران شده است. در نواری که خود شوچر شام دیروز نشر کرد شنیده می شود که یک نفری که گویا در بازداشت خودسرانه بلاگر روس اشتراک کرد با تاجیکی صحبت می کند. آیا درباره سرنوشت این جوانان و موقع رسمی تاجیکستان هم چیزی معلوم است؟ بله، شهلا کنسولگری تاجیکستان در شهر شمالی سنت پتربورگ روسیه این قضیه را تحقیق می کند. کنسول گنرالی حامیجان نظری در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی امروز گفت که دیپلمات‌های تاجیک این قضیه را یک به گفتش پرووکاسیون یا اغوا ارزیابی میکنند. به گفته او احتمالاً در این کار 2 شهروند تاجیکستان دست زده است، یکی در نوار اشتراک کرده است و نقش نفر دوم سنجیده می شود. به هر حال بازداشت یک نفر تصدیق شده است، گفت حامیجان نظری. پرووکاسیون چون که ببینید که معلوم نیست که آیا آن دختر تاجیک هست یا یگان ملت دیگر باید باشد، ما نمیدوند. دوم اینکه ببینید که سخنهایی که وی میکند این خیلی رفتار این خیلی سخنها با یگان فرهنگی میباشد، عموما یگان ملت به فکر راست نمیبرد. دخترم همین خیلی که میگه پیشکی الکی یک مصلحت شده همین خیلی گپ میزند با او. بلاگرم مشتری های خودش را بیشتر کردنی از ما میخواهیم که در مابین شهروندای ما آوازه های بردروغ پهن نشود، یعنی که حس ملی و دیگر مسئله های منیم پاتریوتیسم که بعضی ها میگن همین خیلی یک ایجاد نکنن که تا اینکه تاثیر منفی نرساند به دیگر شهروندایی که در همین جا هستند. و باید گفت در گذشته هم حادثه های بود که گویا برای کدام بدرفتاری های اخلاقی گروه مهاجران از ازبکستان یا قرقیزستان در روسیه خودسرانه دست و گویا مجازات دختران هموطنشان و یا آزاردهندگان احتمالی آنها میزدند، ولی همه این حادثه ها عادتا با مجازات حملگران می انجامد. تشکر. یادآور میشه همکارم خیرمان بقازاده بود با جزئیات قضیه گویا از جانب مجرمان توجیک لاتوکوب شدن بلاگر روس در شهر سنت پتربورگ. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.